سلام به همگی، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از من. اومدیم بعد از مدت ها و گفتم دیگه یه ویدیو براتون ضبط کنم. ببخشید تو این مدت ها نبودم، یه سری کارا داشتم، سرم شلوغ بود. امروز اومدیم با لتس پلی بازی گوست آف یوتی. امیدوارم از این لتس پلی خوشتون اومد. حتما نظرتون تو این کامنت بنویسین که اگه خوشتون اومد اصلا پارت به پارت این بازی رو بذاریم. تو کامنت ها نظراتتون رو بهم بگید و بریم که داشته باشیم این بازی جذابو. اما اینو بگم که من بازی یه ذره رفتم جلو و فعلا یه جورایی اولای بازی هستیم، ولی چون براتون اسپویل نشه من فعلا گیم پلی و یه ذره از محیط بازی بهتون نشون میدم که اسپویل براتون نشه تا موقعی که به پارت این بازی رو بذاریم. یه ذره بریم محیط رو بهتون نشون بدیم که چقدر این بازی زیبا هست. این نسخه قبلی یعنی گوست آف سوشیما شما یه اسب دارید و بسیار زیبا. چقدر این بازی زیباه، کیف میکنه آدم اینجور اسب سواری میکنه. این گلای سفیدم برید بهتون بوست میده، یعنی اسبتون تندتر راه میره. خب اینجا این منطقه اول بازیه. اینجا ما میتونید مثلا اسلحه‌هاتون رو آپگرید بکنید، باونتی ها رو مثلا بگیرید. توی بازی یه سری باونتی هست، شما اونا رو بکشین پول دریافت میکنید. مثلا توی این منطقه بازی مثلا 750 تا 1500 رو بهتون پول میده و بسیار باونتی های جذابی داره. هر باونتی یه داستانی واسه خودش داره. مثلا ما بریم توی اینجا بهتون نشون بدیم که قسمت بازی رو، یعنی قسمت برفی بازیه که میبینید چقدر زیباست. مثل نسخه قبلی شما باد دارین، باد که دارین یعنی حرف قشنگی نیست ولی اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من. نه دور از جون از خاک عالم تو سر من. المانی همیشه تو گوست آف سوشیما بوده که باد به شما مسیر رو نشون میده که کجا باید برید. آدم گم میشه توش اصلا. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. کامبت های بازی بی نظیره. یا یکی از منطقه های حریف بازی دشمنه که اینجا رو باید بگیریم. بریم میپریم روش و تمام. از دومی آدم کیف میکنه اینا رو میزنه، انقدر بازی لذت بخشه. نه از این دور میگیریم میکشیمش اینجا و تمام. کنای تمام. و شما یه سری چیزای پرت کردنی تو بازی داریم، مثلا این استایر میکنه حریفو. مثلا من نمیزنم اونا اینجوری. خب جون نداریم. Lucky fighting the snake. Can't you gamble with me?
این مرد چجوری؟ شمشیر اینجا مثلا ما این چاقوه، مثلا این چاقوی بازیه، شما اینو میتونید پرتاب کنید اینجوری، خیلی جذابه. اینجا دیگه خبری نیست. من میخوام بریم بالا. اوه چه باحال را میره. نشد که بپریم روش. دستشو قطع کردیم. این اصلا بهتون نشون بدم خیلی باحاله. چی شد؟ سر من نداشت. آها و این اتک ضربی هم که میده شما باید سریع مثلث رو نگه دارین که اگر اونو بهتون بخوره ضربه اصلتون پرت میشه مثل این. تمام. خیلی کمتای بازی زیبا و جذاب درست شده. مثلا وقتی آدم اتک میده اون حس رو با آدم میده که واقعا داری شمشیر میزنی. و اینا یه آرمانده مثل شراین هستن که به شما چطور اسکیل جدید میده، یعنی تکنیک جدید میده. مثلا شما توی آنریو میتونید اتکاتون رو بکنید، مثلا چیکار بکنید. مثلا اینجا قسمت مخفی بازی که اینجا اگر به لیدر برسیم و مخفی بکشین سرشو در جا میزنه و میمیره. توی اینجا وقتی مثلا میخوایم با سرعت بیایم پایین فال دمج نخوریم، سیف فال و از این چیزای خیلی جالب. حالا مثلا ما میایم توی اینجا و چون خیلی از قویه کوسای گاما یه دونه بهش میدیم که فول بشه. مثلا کاتانا رو من فول کردم، دوئل کاتانا رو فول کردم، اوداچی همون جا داره. و اینجا یه اسلحه جدیدی که فکر کنم نیزه است. اینجا مثلا برای اسبمونه و چیزای دیگه. الان ما این منطقه رو گرفتیم، یه شد برامون. خب فکر کنم که تا اینجا کافی باشه. حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسین که نظراتتون چیه. اگر مثبت بود حتما پارتای دیگه میذارم از این بازی و حتما بگین تو کامنت که خوشتون اومد از این لیتس پلی یا نه. و همین دیگه، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.